أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر قسم است به عصر یا زمان. والعصر قسم است به عصر یا زمان. ان الانسان یقینا که انسان لفی خسر در زیان و نقصان است. الا الذین بغیر از کسانی که آمنوا ایمان آورده اند و عملوا الصالحات و اعمال صالحه میکنند و تواصوا بالحق و وصیت و دعوت میکنند مردم به حق و تواصوا و توصیه و دعوت میکنند مردم را بالصبر بصبر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر قسم است به عصر یا زمان. ان الانسان یقینا که انسان لفی خسر در زیان است. الا الذین مگر کسانی که آمنوا ایمان آوردند و عملوا الصالحات و اعمال صالحه انجام دادند و تواصوا بالحق و توصیه کردند یا دعوت کردند مردم را به حق و تواصوا بالصبر یا توصیه و دعوت کردند مردم را به صبر. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر قسم است به عصر یا زمان. ان الانسان یقینا که انسان لفی خسر در خسر و یا نقصان است. الا الذین مگر کسانی که آمنوا ایمان آوردند و عملوا الصالحات و اعمال صالح انجام دادند و تواصوا بالحق و توصیه و دعوت کردند به حق و تواصوا بالصبر و توصیه و دعوت کردند توصیه و دعوت به صبر کردند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر قسم است به عصر یا زمان. ان الانسان یقینا که انسان لفی خسر در نقصان و زیان است. الا الذین بغیر از کسانی که آمنوا ایمان آوردند و عملوا الصالحات و اعمال صالحه انجام دادند و تواصوا بالحق و توصیه کردند مردم را بر حق و تواصوا بالصبر و مردم را توصیه کردند بر صبر. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر قسم است به عصر یا زمان. ان الانسان یقینا که انسان لفی خسر در زیان است. الا الذین مگر کسانی که آمنوا ایمان آوردند و عملوا الصالحات و اعمال صالحه انجام دادند و تواصوا بالحق و وصیت یا دعوت کردند مردم را به حق و تواصوا بالصبر و وصیت کردند مردم را به صبر. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر قسم است به زمان و یا عصر. این الانسان لفی خسر یقینا که انسان زیان و خطاست. الا الذین آمنوا مگر کسانی که آمنوا و عملوا الصالحات ایمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند و تواصوا بالحق و توصیه برای حق کردند و تواصوا بالصبر و توصیه به صبر. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر قسم به عصر یا زمان. ان الانسان یقینا که انسان لفی خسر در خطر هستند یا در زیان هستند. الا الذین مگر کسانی که آمنوا ایمان آوردند و عملوا الصالحات و کارهای نیک انجام دادند و تواصوا بالحق و توصیه کردند مردم را بر حق
و تواصوا بالصبر و توصیه کردن مردم را به صبر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر و قسم است به زمان و به عصر. ان الانسان لفی خسر. یقینا که انسان در زیان و نقصان است. الا الذين آمنوا مگر کسانی که ایمان آوردند و عمل الصالحات و اعمال صالحه انجام دادند و تواصوا بالحق و مردم را توصیه کردند به حق و تواصوا بالصبر و مردم را توصیه کردند به صبر. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره والعصر ما و شما یک کمک مختصر تفسیرش میخوانیم که بفهمیم که وقتی ما در نماز مثلا وقتی که سوره والعصر میخوانیم چی معنا میده و ما در فکر ما باید چی باشه. وقتی که سوره عصر میخوانیم ببینیم که الله سبحانه و تعالی به عصر سوگند یاد کرده و عصر وقت است و در قرآن عظیم الشان بسیار جایا هست که الله سبحانه و تعالی به چی قسم یاد کرده؟ به وقت و به زمان. به خاطر چی؟ والله اعلم. یکی از چیزهایی که از یادم درس میگیره که الله به چیزهای قسم یاد میکنه که بسیار با ارزش و با اهمیت است و از این خاطر وقتی که الله میگه والفجر ای هم وقت است، قسم به فجر صبح وقت است، یا مثلا قسم میگیره به ولیال عشر ای هم وقت است و قسم یاد میکنه مثلا به صبح و قسم یاد میکنه به بسیار چیزهایی که کلشی و ضحی و لیل، یعنی کلش وقت است. پس انسان مسلمان میفهمه که بسیار با ارزشترین چیز در زندگی یک انسان وقت است. از این خاطر انسان باید یک ثانیه وقت خود هم به هدف سپری نکنه. اگر طلا داشته باشی پارسال دزد بردشه 1 کیلو طلا داشتی دزد بردشه، پس کار کردی امسال 2 کیلو طلا میخری. اگر مثلا مریض بودی رفتی پیش دکتر عملیاتت کرد، پس امروز صحتمند هستی. مال وقت کل چیز. اما اگر وقتت او چیزی که دیروز از پیش تیر شده، نمازایی که دیروز نخواندی، او را در عمر پس دیگه وقت تو نمیه. او وقتی که 1 ثانیه که دیروز بود که تیر شد خلاص دیگه از دستت رفت، از دست رفت. از این خاطر همین کسی که برش ملک الموت میگه دیگه میگه کاش که برای من 5 دقیقه وقت داده شود که من توبه کنم، یک استغفار کنم، اینقدر به راه راست برم. یا الله مرا پس به دنیا، رب ارجعون، ای پروردگار مرا دوباره به دنیا ببر که من اعمال صالحه کنم. وقتش خلاص شد. پس اینجا این سوره دیگه الله قسم یاد میکنه با وقت که وقت بسیار با ارزش است. ان الانسان لفی خسر. یقینا که انسان در زیان و نقصان است. چرا در زیان و نقصان هستیم؟ مثلا شما اگر 10 میلیون یونت عمر داشته باشین، 10 میلیون یونت عمرتان هر روز 86400 یونت عمرتان از بین میره. 24 ساعت شما ضرب 60 کنین، باز باقی ماندش ضرب 60 کنین، 86400 ثانیه را ما شما در 24 ساعت از دست میدیم. یونت های در زیان و نقصان هستیم. اگر یک تعمیر 200 منزله داشته باشی، هر روز یک خشت از سقوط کنه، چند وقت بعد این تعمیر کاملا از بین میره. پس انسان این طرف میری، اون طرف میری، خانه میری، پانتون میری، خارج میری، داخل میری، آخرین جایی که انسان میره کجا هست؟ قبر است. پس انسان در کجاست؟ انسان به طرف چی روان است؟ طرف نقصان. اما کل انسان ها در نقصان است. میگه الا الذین خیر، بغیر از کسانی که آمن و ایمان آوردن. وقتی که ایمان داشتی، خشتی که از تعمیر دنیا سقوط میکنه و میره در تعمیر آخرت برات تعمیر ساخته میشه. ثانیه هایی که در زندگی دنیا از دست میتی، برای تو زندگی چی را جور میکنه؟ آخرت هم میسازن. پس الا الذین، مگر کسانی که 4 صفت داشته باشن یا در نقصان نیستن. اگر الله میگه اگر 4 صفت داشتی تو در زیان و نقصان نیستی. اگر از این 4 صفت یک صفت شام نداشتی تو در زیان و نقصان هستی. او صفت کدام صفت است؟ چی 4 صفت؟ باید 4 صفت در وجود انسان باشه. آمنو و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. اگر این 4 صفت چی است؟ اول صفت که ایمان داشته باشی. دوم صفت که پالوی ایمان چی داشته باشی؟ عمل الصالحات، اعمال صالحه داشته باشی. سومی صفت چی است؟ در پالوی ایمان و اعمال صالحه چی کنی؟ و تواصوا بالحق. آتا نیست که با غم خدا بخوری، باز تواصوا بالحق کنی، دیگران را هم به طرف حق و دین چی کنی؟ دعوت کنی. و تواصوا بالصبر، و مردم به صبر دعوت کنی. صبر در چی؟ صبر در عبادت باشن. بگو برادر صبر کو، آهسته آهسته نماز بخوان، خوب عبادت بکن. صبر در معصیت، بگو برادر به گناه عجله نکو،
اول فکر کو باز به طرف گناه حرکت کو که گناه تو را به کجا میبره. صبر در مصیبت، وقتی که یک نفر مصیبت داشت برش میگه که او برادر در مصیبت بسیار غالمغال و چیخ نزن، بلکه در مصیبت صبر بکو. پس اینال اینی انسان مسلمان اگر این 4 صفت داشته باشه که صفت چی هست؟ صفت ایمان است و اعمال صالحه است و دعوت است که انسان مسلمان، هر انسان مسلمان باید داعی باشه. و تو نیست که فلانی تخلصش داعی است همین داعی باشه، بلکه به تخلص نمیشه. حالا بسیاری کساس مثلا تخلصش یک تخلص داره که بسیار لوکس، اما وقتی که سیل کنی عملش به او تخلصش هیچ نمیخوانه. پس به تخلص نمیشه که ما بگیم که داعی، بلکه به تخلص نمیشه، بلکه هر انسان مسلمان باید چی باشه؟ دعوتگر اسلام باشه. از این خاطر قرآن میگه که انسان در زیان نقصان است مگر کسانی که آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحیم. ما در اینجا تفسیر از سوره والعصر میخوانیم که الله سبحانه و تعالی در این سوره به ما از زمان و وقت یعنی یادآوری کرده. والعصر قسم است به زمان یا وقت یا عصر. در اینجا ما از این سوره میدانیم که الله سبحانه و تعالی در قرآن شریف که بالای هر چیزی که یعنی قسم میکنه و چیز بسیار یعنی ارزش و بارزش. در اینجا که از زمان یا عصر یادآوری که قسم خورد، از این بفهمیم که در زندگی انسان وقت بسیار یک چیز با ارزش است. این یک چیز است که اگر ما در دنیا هر کاری مثلا از چیز دنیا باشد که وقت او خلاص از بین برود میتونیم که او دوباره ما او را دوشندش ما کسب کنیم. اما زمان که است وقتی شما نمیتونیم که زمان گذشته را پس بیاوریم، یعنی که وقتی یک بار تیر شده یعنی ما یک زمان یعنی یک قیمتی خود از دست دادیم. ان الانسان لفی خسر، یقینا که انسان در خسران یا در زیان است. یعنی از این میدانیم که انسان همیشه در زیان و در خسران است، یعنی همیشه از هر نگاه یعنی عمر انسان تیر میشه، وقت انسان تیر میشه، ولی مال انسان بین میره، یعنی همه چیز انسان در خسران است مگر کسانی که اینجا گفته الا الذين آمنوا، مگر کسانی که اینجا الله گفته بغیر کسانی که یعنی 4 صفت را دارن آنها در زیان نیستند. اما اگر از این 4 صفت یکی از آنها نباشد در آن شخص، باز همون شخص در زیان است. آمنو کسی که ایمان داشته باشد، یعنی کسی که ایمان داشته باشد او یعنی یکی از این 4 صفت است. ایمان قوی موحد یعنی مؤمن، یک مسلمان، بله یک مسلمان مؤمن باشد، یعنی که از امو چیزی که یعنی به کسی که مؤمن گفته باشد یعنی در مو قالب امو مسلمان باید باشد. و عمل الصالحات یعنی اعمال صالحه داشته باشد، یعنی به امو هر ترتیبی که اعمال صالحه است به امون ترتیب باید امو اعمال صالحه باشد. و تواصوا بالحق، و صفت چی است؟ دعوت کنن به حق، یعنی اتنا نباشد که همیشه شخص تنها به خود کار کنه و دیگار بگه یعنی دیگار دعوت نکنه به، یعنی یکی از صفات او است که انسان‌های دیگر به یا حق یا راه دین دعوت کند. و تواصوا بالصبر، و همچنان به صبر رو یعنی شکیبایی آنها را دعوت کند، یعنی هر کس که در وقت غضب یا قهر یعنی در حالت که باشه آنها را باید به صبر این دعوت کند. بسم الله الرحمن الرحیم. تفسیر سوره والعصر. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر قسم است به عصر. خداوند جل جلاله به هر چیز که قسم یاد کنه او چیز پیش الله سبحانه و تعالی با ارزش است و مهم است. و اینجا بر عصر قسم یاد کرده یعنی که زمان پیش الله سبحانه و تعالی بسیار با ارزش است. ان الانسان لفی خسر، یقینا که انسان در نقصان و زیان است. هرگاه ما وقت خود بهوده ضایع کنیم، در چیزای ناقص ضایع کنیم، یقینا که ما در نقصان و نقص می باشیم که اگر از زمان خود صحیح با دقت استفاده نکنیم. و چیزی که تیر شد ما هر چیزی گرفته میتونیم پس، اما اگر زمان ما تیر شد ما پس به گذشته رفته نمیتونیم. الا الذين مگر کسانی از این نقصان نجات میافند که آمن و ایمان قوی داشته باشند به یگانگی الله و به توحید الله سبحانه و تعالی. و عمل الصالحات، و دومی کسی است که اعمال صالحه در زندگی خود انجام بده.
و تواصوا بالحق و توصیه به حق کنه، تنها به خود فکر نکنه، به دیگران به حق توصیه کنه. و تواصوا بالصبر و همیشه در قهر و غضب و اندوه که از طرف خداوند می مردم توصیه به صبر بده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله سبحانه و تعالی در سوره والعصر بسیار یک چیز مهم قسم یاد کرده و الله سبحانه و تعالی به هر چیز که قسم یاد میکنه و بسیار یک چیز ارزشمند و با اهمیت میباشه که میگه والعصر، قسم به عصر یا زمان، که یعنی ما از زمان و وقت خود بسیار خوب به طریقه خوب استفاده کنیم، یعنی به طریقه رسول الله صلی الله علیه و سلم استفاده کنیم و وقت خود به ناحق ضایع نکنیم. ان الانسان لفی خسر، یقینا که انسان در زیان است. چطور در زیان است؟ کسایی که از وقتشون به گونه صحیح استفاده نمیکنند اون افراد در زیان هستند. الا الذين آمنوا، کسانی در زیان و نقصان نیستند که 4 صفت داشته باشند. یکی صفت است آمنو، که ایمان داشته باشند و یکتا پرست و موحد باشند و عمل الصالحات و اعمال صالحه کرده باشند و در دنیا که با آخرتشان توشه داشته باشند. و تواصوا بالحق، و کسانی که مردم را برای دین و حق دعوت میکنند. و تواصوا بالصبر، و کسانی که مردم را در وقت غم اندو مصیبت به صبر توصیه میکنن. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر، قسم است به زمان. الله سبحانه و تعالی همیشه به چیزهای با ارزش قسم یاد میکنه که اینجا زمان است و ما باید همیشه از زمان خود خوب استفاده کنیم و ما باید هیچ وقت زمان خود به کارهای بد استفاده نکنیم که حتی ما نمیتونیم یک ثانیه زمان خود پس بر بگردانیم. و در آیت دوم است که میگه ان الانسان، یقینا که انسان لفی خسر در زیان است. میگه یقینا که انسان در زیان است. تفسیر ای آیتی است که همیشه انسان زندگی خود سپری میکنه، مصرف میکنه و یقینا که در زیان است. هر کار که میکنه او را باید کارهای خوب انجام بده که اعمال نقصان است. نه که ان الانسان لفی خسر، انسان در چی است؟ در زیان نقصان. مگر الا الذين، مگر کسانی که آمنو ایمان آوردن. اینجا ما چهار اشخاص میگیم که در زیان نیست. 4 صفت از اشخاص میگیم که در زیان نیست. اولیش آمنو، کسانی که ایمان آوردن که به یکتا پرست هستند و به توحید و یگانگی الله سبحانه و تعالی باور دارن و عمل الصالحات و اعمال صالحه انجام دادن، نماز خواندن، روزه گرفتن و کارهای نیک انجام دادن. و تواصوا بالحق، و کسایی که مردم به حق دعوت میکنن، نه خودپسند نیستن، تنها خودشان کار میکنه او را به دیگر کسا هم دعوت میکنن که بیاین کارهای خیر کنین. و تواصوا بالصبر، و توصیه و وصیت میکنه مردم به صبر و همیشه در وقت غضب و قهر ما باید مردم به صبر دعوت کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر، قسم است به زمان. الله جل جلاله که چیزی را که بسیار پیش مهم است همیشه قسم یاد کرده، در این سوره هم به زمان قسم یاد کرده و ما باید والعصر، قسم است به زمان، ما باید زمان ارزش وقت خدا بدانیم. ان الانسان لفی خسر، یقینا که انسان در زیان و خسر است و انسان ها باید ارزش وقت خدا بدانند، نمیتونن یک ثانیه زندگی خدا پس برگردانن. الا الذین، مگر آنان که ایمان آوردن و عمل الصالحات، و کسایی که اعمال صالح انجام دادن. و تواصوا بالحق، و کسانی که خود پسند نیستن و توصیه حق به دیگران کردن. و تواصوا بالصبر، و در هر غضب و قهر خداوند به دیگران توصیه صبر میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر، قسم به عصر. خداوند جل جلاله قسم یاد کرده به چیزایی که او برش بسیار مهم است و در اینجا به زمان قسم یاد کرده
ان الانسان لفی خسر یقینا که انسان ها در ضرر هستند و در نقص هستند. الذین آمنوا مگر کسانی که ایمان داشته باشند و عمل الصالحات و اعمال صالح داشته باشند و تواصوا بالحق و مردم را به حق توصیه کنند و تواصوا بالصبر و مردم به صبر توصیه کنند. اینا از ضرر در امان. بسم الله الرحمن الرحیم. تفسیر سوره والعصر. والعصر و خدا اونجا به زمان قسم یاد میکنه. وقتی که الله سبحانه و تعالی به یک چیز قسم یاد میکنه ما باید اهمیت زیر بفهمیم. الله سبحانه و تعالی به چیزایی که ذات بهش اهمیت داره به او قسم یاد میکنه. ان الانسان لفی خسر یقینا که انسان در زیان و نقصان است. چرا در زیان و نقصان است؟ به خاطر از اینکه می وقتشان سپری میشه و وقت دوباره بر نمیگرده و بالاخره انسان از بین میره و به قبر میره. مگر کسانی در زیان و نقصان نیستند که 4 صفت داشته باشند: آمنو، ایمان بیارن و موحد باشن و به یکتایی الله سبحانه و تعالی باور داشته باشند و عمل الصالحات و اعمال صالحه انجام داده باشند و تواصوا بالحق و مردم به حق، به دین و به کارهای نیک دعوت کرده باشند و تواصوا بالصبر و مردم را در مصیبت و بعض چیزهای دیگه به صبر توصیه کرده باشند.